قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت چیه؟ آیا میدونی قرارداد هوشمند و معامله اون به چه صورت انجام میشه؟ در حقیقت با توجه به پیشرفت فناوری‌های مختلف، مبادلات و معاملات پولی تغییر زیادی کردند و افراد از بستر دیجیتال اقدام به تبادل میکنن. در معاملات عادی بانک به عنوان یه واسطه بین افراد عمل میکنه و در این بین وظایفی هم داره. اما در موضوعاتی مثل قراردادهای هوشمند، واسطه‌ای شبیه به بانک وجود نداره و افراد با تعاملات بین خودشون تبادلات رو انجام میدن. در این حوزه موضوع اسمارت کانترکت یا همون قرارداد هوشمند فعالیت قابل توجهی داره. این قراردادها نقش فرد ثالث رو بازی میکنن و انجام تمام تبادلات رو به عهده دارن. مهمترین مزیت قراردادهای هوشمند نقل و انتقال دارایی در سطح گسترده‌تر و بین حوزه‌های صنعتی و کاری مختلفه. حالا که جذابیت این قراردادهای هوشمند رو تا حدودی متوجه شدی، برای رفتن به ادامه ویدیو با یه لایک و سابسکرایب پر انرژی ما رو همراهی کن. درود به همه شما همراهان دائمی مجموعه پارسیان کریپتو. از اینکه افتخار این رو داریم که باز هم در خدمت شما باشیم به خودمون میبالیم. همونطور که اشاره شد، قراردادهای هوشمند به عنوان یک فعال در حوزه مبادلات عمل میکنن و نقش افراد ثالثی مثل بانک رو از بین بردن. حالا مطمئنم سوالاتی مثل اینکه این قرارداد چطور کار میکنه و چطور میتونیم از اون توی معاملات خودمون استفاده کنیم به ذهنت خطور کرده. پس با من بیا. قراردادهای هوشمند هیچ تفاوت خاصی با قراردادهای سنتی ندارند. فقط توسط توسعه دهندگان و برنامه نویسان از طریق کدهای مخصوص در این زمینه نوشته و برای اجرا روی بلاکچین ها آماده شدند. توی قراردادهای هوشمند حجم وسیعی از دارایی‌ها در حوزه کوچکتر تا بزرگتر از فرد یا سازمانی به فرد یا سازمان دیگه انتقال پیدا میکنه، بدون اینکه پیچیدگی و عدم شفافیتی وجود داشته باشه. در قراردادهای هوشمند هم مثل قراردادهای عادی قوانین سفت و سختی وجود داره. شفافیت و ثابت بودن کدهای موجود در قراردادهای هوشمند انجام هر گونه تقلب و دستکاری رو به صفر میرسونه و هیچ کس نمیتونه اون کدها و قوانین مربوط به اون رو سانسور کنه. پس از بابت امنیت اون خیالتون راحت باشه. همونطور که توی بستن قراردادهای عادی، مثلا برای خرید خونه، واسطی با عنوان سایت املاک بین فروشنده و خریدار وجود داره و کارهای مربوط به طرفین رو انجام میده. در قراردادهای هوشمند این واسط تغییر کاربری داده و از طریق یه برنامه کدنویسی شده کامپیوتری این عملیات رو مدیریت میکنه. ارسال یه بیت کوین به متقاضیش و دریافت و انتقال سپرده و سند مورد نیاز به حساب ما توسط قراردادهای هوشمند انجام میشه. اما بهتره بدونی امن‌ترین قرارداد هوشمند توی رمز ارز اتریوم نوشته میشه. کاربرد بالا و امنیت قابل توجهی که در اتریوم هست این شرایط رو فراهم کرده که میشه گفت بیش از 70% قراردادهای هوشمند توی قالب اتریومن. البته زبان برنامه نویسی سالیدیتی برای اتریوم نوشته شده و همین مورد سادگی بالایی به این شبکه داده. پس به همین خاطرم هست که قراردادهای هوشمند توی شبکه اتریوم کاربرد و دسترسی بالایی دارن. حالا میخوای بدونی کاربرد قراردادهای هوشمند توی چه حوزه‌هاییه؟ پرداخت‌ها اولین و مهمترین موقعیتی هستند که از وجود قراردادهای هوشمند استفاده میکنن. ارسال و دریافت محموله و در بسیاری از موارد بسترهای NFT از قراردادهای هوشمند بهره لازم رو میبرن. البته در این بین صرافی‌های غیر متمرکز هم هستن که یادمون نرفته. اونا هم از قابلیت‌های مختلف قراردادهای هوشمند توی انجام معاملاتشون استفاده میکنن. توی این صرافی‌ها برای تبدیل و چنج یک ارز به ارز دیگه، اسمارت کانترکت مخصوص به اون حوزه کارایی بالایی داره. صدها نفر که توی بلاکچین قرار دارن میتونن قراردادهای هوشمند رو مشاهده کنن، چون در قالب ایفدن کار میکنه. همین مورد سبب میشه تا ایرادات بزرگ در قراردادهای هوشمند در زمان تحویل کلید وجود نداشته باشه. در صورتی که پول دریافت کلید رو پرداخت کردی، مطمئن باش که قرارداد هوشمند طبق وظیفه‌ای که داره کلید رو به شما تحویل میده. این قراردادها از عبارتی مثل وقتی و اگر استفاده میکنن که در کدهای بلاکچین نوشته شده.
نود یا گره‌های کامپیوتری در صورتی که قوانین و شرایط از پیش تعیین شده رو رعایت کنن، میتونن از قراردادهای هوشمند استفاده کنن. به عبارتی ثبت نام وسیله نقلیه، انتقال وجه مورد نظر به طرف مقابل، ارسال یا دریافت بلیت و تیکت نمونه‌ای از فعالیت‌هایی هستند که توی حوزه بلاکچین و با استفاده از قراردادهای هوشمند انجام میشن. هر بلاکچین بعد از استفاده از تراکنش به روز میشه و عدم تغییر رو به همراه داره و فقط افراد دارای مجوز میتونن نتیجه ها و فعالیت های انجام شده تو این حوزه رو ببینن. به نظرت چرا باید از قراردادهای هوشمند استفاده کنیم؟ اولین موردی که به نظر میرسه و میتونه جذاب باشه، حذف فرد ثالث توی این نوع قرارداد هاست. سرعت و دقت بالا هم یکی دیگه از مزیت‌های قابل توجه اونه. سرعت بالا به این معناست که فوراً بعد از اینکه یه شرط محقق شد، مرحله اجرای قرارداد هوشمند عملی میشه. دیجیتالی بودن همه مراحل باعث میشه تا توی زمان صرفه‌جویی بشه. کاری که در نگارش دستی قراردادهای هوشمند ممکنه زمان بیشتری بخواد. همونطور که توضیح دادم، شفافیت بالای این قراردادها اونا رو خیلی محبوب کرده. نبود افراد ثالث و تراکنش‌های کد شده این امکان رو فراهم میکنه. در این شرایط هیچ فردی نمیتونه اطلاعات رو به نفع خودش تغییر بده و دستکاری کنه. هک کردن قراردادهای هوشمند سخته چون سوابق اونا به صورت رمزنگاری شده انجام میشه. اتصال رکوردها به همدیگه تا حدود زیادی امنیت اون رو بالا میبره، چون میدونی که برای سانسور یک بلاک باید تمام اونها دچار تغییر بشن و این کار باعث میشه تا همه افرادی که داخل بلاکچین هستن از این موضوع مطلع بشن. حالا که از مزایای مختلف قراردادهای هوشمند صحبت کردیم، بهتره که نگاهی هم به معایب و مشکلات اونا داشته باشیم. مهمترین مشکلات این نوع قراردادها نگارش کدها توسط نیروی انسانیه. به هر حال اگه تو هر حوزه‌ای دخالت انسانی وجود داشته باشه، احتمال وقوع باگ در کدها وجود داره که ممکنه معایب یا مشکلات رو بیشتر کنه. باگ‌ها بیشترین مشکل رو زمانی ایجاد می‌کنن که قرارداد هوشمند داخل بلاکچین ذخیره بشه، چون در این صورت امکان تغییر اون وجود نداره. در این حالت باگ هم به همون شکل باقی میمونه و از بین نمیره. فراهم کردن داده‌های خارجی برای پردازش قرارداد هوشمند با عنوان اوراکل شناخته میشه. با یه مثال اوراکل رو برات توضیح میدم. تصور کن دو دانش آموز برای قبولی یا عدم قبولی دوستشون با هم دیگه شرط بستن. به این صورت که دانش آموز اول میگه دوستشون قبول شده و دانش آموز دوم بر این عقیده است که اون نمره قبولی رو کسب نکرده. اونا برای بازدید نتیجه نهایی وارد سایت ارائه دهنده نتیجه میشن. این سایت همون اوراکله که میشه بهش سایت متمرکز هم گفت. به واسطه سانسور توی اطلاعات سایت میتونیم قرارداد هوشمند رو گمراه کنیم. وجود اوراکل در قراردادهای هوشمند معایب و مشکلات اونا رو زیاد میکنه. مشکل بعدی عدم پشتیبانی نهادهای دولتیه. به دلیل ناشناخته موندن حالت قانونی قراردادهای هوشمند، هیچ حمایت و ساپورتی از اونا انجام نمیشه. مثلا دولت‌ها هیچ پذیرشی برای مالکیت و تصاحب خانه بر روی قراردادهای هوشمند ندارن و همون قراردادهای سنتی رو برای مبادله یه ملک و خونه انجام میدن. همونطور که گفتیم برای اجرای قراردادهای هوشمند باید برنامه نویسان کدهای کامپیوتری رو بنویسن و به حالت رمزنگاری شده اونا رو اجرا کنن که به نظر میرسه این کار زمان و هزینه زیادی میطلبه. این هم از مشکلات مختلف قراردادهای هوشمند. ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی. تمام تلاش ما در مجموعه پارسیان کریپتو بالا بردن آگاهی و اطلاعات شما توی حوزه ارزهای دیجیتاله. همونطور که مشاهده کردی، قراردادهای هوشمند نوع پیشرفته و نوین قراردادهای قدیمی و سنتی هستند که مزایا و معایب مخصوص به خودشون رو دارن. البته از حق نگذریم، این قراردادها اگر از طرف دولت حمایت بشن و بسترهای مناسبی برای فعالیت اونا فراهم بشه، چه بسا کارایی بیشتر و بالاتری نسبت به قراردادهای سنتی داشته باشن. یادت نره که با لایک ویدیو و سابسکرایب کردن کانال علاوه بر دادن انگیزه به تیم ما، مطالب جدید و بروزی توی حوزه ارزهای دیجیتال دریافت می‌کنی. ممنونم از اینکه ما رو دیدی و شنیدی.